باب 3 ضرب و تقسیم غیرجدولی. موضوع یکم ضرب شفاهی عددهای یک لخت. مثال 156 حساب کنید. در اینجا مثال های ضرب از عددهای یک لخت یعنی از عددهای سه رقمی داده شده است. اینها را ما چگونه کار میکنیم؟ یعنی یکم مثال 100 ضرب 5. برای خاطر آنکه ما 100 رو با 5 ضرب زنیم، ما یعنی 5 واحد رو با خود یک ضرب میزنیم، یعنی 5 ضرب 1 میشود 5. بعد 5 ما اگر 2 نول رو مونه میشود 500. یعنی 100 ضرب 5 برابر 500. یا که 8 ضرب 100. ما 8 با یک ضرب میزنیم میشود 8. بعد 8 ما 2 نول رو میگذاریم میشود 800. این طرز حساب کنی شفاهی عددهای یک لخت. ما با طرز چنین نیست، یعنی 100 ضرب 4. یعنی در اینجا اگر ما 4 با یک ضرب زنیم میشود 4. 2 نول رو خودش رو در پایین هم تو مینویسیم. برای چی؟ برای اینکه ما اگر 2 نول رو با 4 ضرب زنیم باز هم همون 0 میشود. یعنی 4 ضرب 0 واحد میشود 0 واحد. 4 ضرب 0 دهم میشود 0 دهم. یا که مثال دیگر 9 ضرب 100. 9 رو با یک ضرب میزنیم میشود 9. ما 2 نول رو در تخت خودش رو مینویسیم میشود 900. مثال 157 برابری ها رو شرح دهید. در اینجا مثال ها هست، یعنی سوم جمع شونده های عدد 20. یعنی در اینجا 5 رو عدد 20 رو جمع کرده است، بعدی برابری با طرز ضرب نوشته است. یعنی در اینجا 20 ضرب شونده یکم این همون رقم 20 که در اینجا جمع شده است و ضرب شونده دوم مقداری عددهای 20 را نشان میدهد. یعنی پیش از برابر 5 تا عدد 20 است، پس در اینجا رقم 5 را نشان داده است. دویم مثالش یعنی 3 تا 50 را جمع کرده است، بعد برابر نیست است 50 ضرب شونده یکم یعنی خود همین عدد است. ضرب شونده دوم رقم 3 مقدار همین عددهای 50 را نشان میدهد. مثال سوم چهارم نیز همینطور مثال ها هستند. کار عملی. مثال 158 قاعده جای عوض کنی ضرب را به خاطر آورده حساب کنید. یعنی قاعده جای عوض کنی ضرب چیست؟ یعنی قاعده جای عوض کنی ضرب از جای عوض کنی ضرب شونده ها حاصل ضرب تغییر نمی‌یابد. یعنی در اینجا 20 ضرب 4. اگر ما 20 رو یعنی 2 دهی رو با 4 واحد ضرب زنیم میشود 80. یعنی 2 دهی ضرب 4 میشود 8 دهی یا که 80. اگر ما جای ضرب شونده رو عوض نماییم، یعنی 4 واحد رو اول نویسیم و 2 دهی رو در جای ضرب شونده دوم نویسیم، باز همون حاصل ضرب حاصل میشه. یعنی 4 ضرب 20 میشود 80 یا که 4 واحد ضرب 2 دهی میشود 80 دهی. مثال 159 شرح داده حساب کنید. در اینجا نیز عددهای یک لخت یعنی عددهای سه رقم آورده شده است. یکمش 300 ضرب 2. 300 ضرب 2 ما میدونم که میشود 600. یعنی ما 3 رو با 2 ضرب میزنیم، یعنی در پایین شرح داده است. مثالی 30 ضرب 2 یعنی دیگه مثال است برابر 60 میشود. در اینجا 3 دهی رو با 2 ضرب کردیم 6 دهی حاصل شد و پس 6 صفر ما عدد 0 رو گذاریم 60 حاصل میشود. یعنی مثال دیگرش 100 ضرب 9. اگر ما 1 به 9 ضرب میشود 9. بعد 9 2 0 رو گذاریم میشود 900. مثال 160 کار عملی. در اینجا مسئله داده است. دو سوال داده است. یکم است که 3 دهی تخم ها رو 10 تایی به قوطی ها جای کردند. چند تا تخم رو در قوطی ها جای کردند؟ 3 دهی تخم یعنی 30 تا میشه. وقتی 30 تا رو 10 تایی به قوطی ها جای کردند، پس 30 تقسیم 10 میشود 3. یعنی
تخم‌ها رو در 3 قوطی‌ها جای کردم. در پایان به طور سم جمع‌شوندا نوشته است، یعنی 3 تا دهه می شود 30. دویم سوالش اینه که به 3 قوطی 10 تایی تخم جای کردن. همگی چند تخم جای کردند؟ یعنی در 3 قوطی اگر 10 تایی تخم جای کنیم پس 3 ضرب 10 می شود 30. یعنی همگی 30 دانه تخم رو جای کردند در قوطی‌ها. مثالی 161. عددهای زیرین رو 10 مراتب زیاد کنید. یعنی در اینجا عددهای دو رقم است. اینها رو ما چگونه باید دو تایی زیاد کنیم؟ یعنی ما هر یک از این عددها رو به عدد 10 ضرب میزنیم. یعنی اگر ما مثال 20 رو به 10 ضرب زنیم شفاهی، یعنی 2 رو به 1 ضرب میزنیم میشود 2. بعد 2 هر دو 0 رو مینویسیم، یعنی 0 بعد 20 در عدد 20 بودگی و 0 در عدد 10 بوده رو بعد 2 مینویسیم، میشود 200. یا که 70 ضرب 10 ما 7 به 1 ضرب میزنیم میشود 7. پس از 7 ما هر دو 0 رو مینویسیم میشود 700. این طرز کاری این هاست. مثال 162 حساب کنید. بازم در اینجا مثال ها از عددهای یکلاخ هستند. ما برای نمونه یکی از این مثال ها رو کار میکنیم. ما انتخاب کردیم مثالی 100 ضرب 10. چگونه ما حساب میکنیم؟ بازم ما یک رو با یک ضرب میزنیم میشود 1. بعد یک 0 ها رو مینویسیم. در اینجا بعد در رقم 100 2 تا 0 است و در رقم 10 1 تا، پس میشود 3 تا 0. ما 3 تا 0 رو بعد یک نویسیم، حاصل میشود عددی 4 رقمه یعنی 1000. یعنی 100 ضرب 10 میشود 1000. دویم مثال ما انتخاب کردیم مثال 99 ضرب 10. یعنی اگر ما 99 رو با یک ضرب زنیم میشود 99. بعد 99 ما عدد 0 رو می نویسیم میشود 990. مثال دیگر 100 ضرب 9. یعنی 9 ضرب 1 میشود 9. بعد 9 ما 2 0 رو میگذاریم میشود 900. مثال 63 گفته است که از روی رسم مسئله ترتیب داده حل کنید. یعنی این مثال به مانند مثال 160 است. یعنی اگر ما سوال های مثال 160 رو گذاریم برای ما مسئله پیدا می شود. این موضوع ما به آخر رسید.